اطفال عزیز و دوست داشتنی سلام. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. میفهمم که باز هم منتظر هستین که ما براتان یک قصه مقبول آورده باشم و شما بشنوین. بسیار یک قصه مقبول براتان آوردیم. نام این قصه از گل مغرور. راجع به یک گل مغرور از این قصه و بسیار مقبول قصه است. ایده تصویری گل زیبا را ببینید. در بین باغچه مقبول یک گل بسیار مقبولتر از گلهای دیگه است، بلندتر است و مقبولتر است. این قصه راجع به همین گل است. مغرور خود شما معنیش میفهمین. مغرور کسی که بسیار زیاد از خود راضی باشه، دیگران را از خود پایان فکر کنه و خود از دیگران کده مقبولتر، خوبتر، از هر نگاه خوبتر فکر بکنه. ولی غرور خوب نیست. ما و شما باید مغرور نباشیم. بیاین که حال قصه را بشنویم که این قصه بر ما چی را بیان میکنه و در این قصه ما چی را میآموزیم، چی درس یاد میگیریم از این قصه. ما براتون قصه را میخوانم، خوب گوش بگیرین. در یک باغچه سبز و زیبا یک گل بسیار زیبا وجود داشت. رنگ و زیبایی این گل با دیگر گلها متفاوت بود. سایر گلهای باغچه به ناز او را گلابو می نامیدند. یعنی از ناز زیاد چی می گفتن این گل؟ به نام گلابو یاد می کردن. خب ببینیم که دیگر چی شده در این قصه. خوب توجه کنیم. به همین دلیل گلابو روز به روز خود را مغرور احساس می کرد و به خود می گفت و من نگاه کن، رنگ زیبا و زیبایی مرا ببین. پس چرا باید در این باغچه میان گلهای عادی زندگی کنم؟ نه این امکان پذیر نیست. من باید به جای دور بروم که فقط من و زیباییم وجود داشته باشد و مردم از دیدن من شگفت زده شوند. شگفت زده یعنی حیران شوند. همگی مرا ببینن و حیران شوند. خب اطفال نازنین، شنیدید؟ چی قصه مقبول است؟ خوب گوش بگیرین که آخری قصه چی میشه. که آیا این گل از غرور خود این کار را که خواسته انجام بده کار خوب کرده یا کار خراب؟ تا آخر گوش کنین. ما باز براتان بقیه قصه را میخوانم. گلهای دیگر باغچه با او گفتند نرو، زندگی تنها سخت است. اگر با مشکلی روبرو شوی چی کار خواهی کرد؟ ما همه در اینجا با هم زندگی میکنیم. فضای سبز و زیبایی همه اطراف ما را فرا گرفته. اگر فردا گم شوی باز چطور میکنی؟ اما گلابو قبول نکرد. روز بعد از باغچه بیرون رفت. این ببینید، در این عکس ببینین که گلابو یک راه را به خود انتخاب کرده و در حال حرکت است که از باغچه برآید. خب بخوانیم که باز چی شده. گلابو حرکت کرد و به دوردستها رفت. وقتی به جای دور رسید ایستاد. هوا خراب شد و طوفان آمد. گلابو هر قدر تلاش کرد نتوانست خود را از طوفان نجات دهد. طوفان یک یک برگایش را با خود برد. گلابو فریاد میزد کمک کمک، اما صدای او را کسی نشنید. نفسش بند آمد و به گریه و ناله شروع کرد. در همین لحظه یکی از گلهای بسیار هوشیار و چالاک باغچه صدای او را شنید. او به دیگر گلها گفت این فریاد گلابو است. گلهای دیگر به او گفتند ما چیزی نمیشنویم و اگر هم باشد به ما چی؟ به ما مربوط نیست. او بسیار مغرور بود. حرف ما را نپذیرفت و رفت و حالا ما هم به او کاری نداریم. اما آن گل گفت نه، این طور نگویید. او اشتباه کرده است. اما اگر در چنین روزی به یک دیگر کمک نکنیم پس اتحاد ما در چی چیز است؟ خب ببینین
ای گل هوشیار چقدر گپ مقبول زده. گفته ده تیر یک روز که یک کس اشتباه میکنه دیگه ما باید امرایش کمک کنیم چون او اشتباه کرده. اگر کمک نکنیم اتحاد ما، اتفاق ما، یعنی با همی ما دیگه چی معنا داره؟ بسیار گپ خوب زده. ببینیم که باز چی شده. سپس او به همراه دو گل دیگر به سمت صدای گلابو دویده. در همین حال طوفان هم کمی آرام شده بود. وقتی به آنجا رسیدن میبینند که گلابو در یک دشت خالی نشسته و گریه میکنند. فقط چند برگش باقی مانده، بقیه برگهایش را طوفان برده. خب بیچارگکه چقدر دل آدم باش میسوزه. در طوفان بیچاره کل برگایش از دست داده، یک چند برگ برش مانده. میبینیم که باز چی شده. آنها نزدیک شدند و گل مغرور را در آغوش گرفتند و او گفتند زندگی در اتحاد لذت دارد. هیچ مشکل نیست، تو اشتباه کردی، مغرور بودی، اما دیگر این گناه نکن. بیا که به باغچه برگردیم. گلابو که بسیار شرمنده و زیباییش را هم از دست داده بود به صحبت آنها گوش داد و به باغچه برگشت و روز به روز به تدریج برگ‌های زیبای جدید خود را به دست آورد و دیگر هرگز مغرور نشد و با تمام گلها و خوشحالی و زندگیش ادامه داد. خب قصه خو همه قدر بود اطفال نازنین. امیدوار هستم درسای بسیار مهم از این قصه هم یاد گرفته باشه. درس اول بسیار مهم چی است؟ گپ اولی که یاد گرفتین و بسیار مهم است چی است؟ ایست که هیچگاه نباید بگوین من از دیگرها کده برتر هستم، بهتر هستم، مقبول هستم، قد بلند هستم یا لایق هستم یا هر صفت دیگر. هیچ وقت نگویید. همه خواهرکا برادرکایتان همشان خوب هستند. باید یکی به دیگر احترام داشته باشید. بعد درس دومش ای بود که وقتی که گلهای دیگه برش گفت که نرو، تنها نرو، تنها اگر کدام مصیبت بیاید سرت، اگر کدام گپ شوه، باز چی خود کردی؟ اینجا همه ما یکی به دیگه کمک میکنیم، باغچه سبز است و جای مقبول است. باز به گپ کسی گوش نداد. این درس دوم است که ما باید یاد گرفتیم که ما باید گپ های دیگرها را بشنویم، گپ های خوبشان قبول کنیم. و درس سوم چی بود؟ درس سومی بود که زندگی در اتحاد، در اتفاق، در یک جای بودن بسیار لذت بخش است و اگر کسی اشتباه میکنه از اشتباهش بگذاریم، همراهش کمک کنیم، او را تنها نگذاریم. بسیار خوب. این 3 درس مهم از یک قصه یاد گرفتیم. تا ای که قصه مقبول دیگه براتان میارم. خدا حافظ، وقتتان خوش. چینلتان سابسکرایب بکنین تا هم قصه را دیده بتانین و به دوستای دیگه تان هم روان بکنین. خدا حافظ.